في طي صفحة الصراع والعيش بأمان. دونالد ترامپ президенти ایالات متحده آمریکا با رهبران مصر، قطر و ترکیه در شرم الشیخ سازشنامه آتشبس در نوار غزه را امضا کردند. سازش صلح میان اسرائیل و حماس، گروهی که آمریکا و اتحاد اروپا آن را تروریستی می‌خوانند، با تلاش‌های 4 کشور و طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به دست آمد. در این نشست نمایندگان حماس و اسرائیل اشتراک نداشتند. دونالد ترامپ در شرم الشیخ مصر گفت که جنگ 2 ساله در غزه پایان یافت و خاورمیانه آرام شد. از همه شما سپاسگزارم. این روزی بزرگ است برای جهان. این روزی بزرگ است برای خاورمیانه. حماس 20 گروگان زنده اسرائیلی را رها کرد و وعده داد که پیکر 28 تن دیگر را به نزدیکانش می‌سپارد. اسرائیل نزدیک به 2000 زندانی فلسطینی را رها کرد و ارتشش را از غزه عقب‌تر برد. در مرحله دوم باید حماس بی‌سلاح شود و نظارت غزه به دوش یک گروه بین‌المللی سپرده شود. اسرائیل هم اجازه داده است که کمک‌های بیشتری بشردوستانه به غزه انتقال داده شود. این هم منظره از غزه پس از 2 سال جنگ است که به خراب‌بازار تبدیل یافته است. مردم غزه در جستجوی سرپناه و پیدا کردن غذا هستند که حالا کشور و سازمان‌های بین‌المللی به این باریکه انتقال می‌دهند. بر اثر حمله‌های اسرائیل بیش از 67,000 نفر در غزه کشته شده است. اسرائیل پس از آن به این منطقه حمله کرد که حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به این کشور وارد شده 1200 نفر را کشت و 250 نفر را گروگان گرفت.